سلام و درود خدمت شما کافه اوراکلیای عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. با یه فال روابط کات شده و بازگشت در خدمتتون هستم. بریم ببینیم که رابطه شما چرا کات شده. اعترافات طرف مقابل به شما چیه و آیا طرفتون برگشت داره یا خیر؟ الان تو چه حالیه؟ چی کار میکنه؟ نیت کنید و خاطره ای که از اون فرد دارید رو تو ذهنتون مرور کنید تا یا خاطره هایی که براتون پررنگ تره رو مرور کنید تا انرژی طرف مقابلتون بیشتر توی فال ما بیفته. بریم ببینیم که این رابطه چطوریه و چرا به اینجا رسیده. حال شما دو نفری رو نشون میده که وارد یه رابطه شده بودن و یه عشقی بین اونها شکل گرفته بوده، اما به خاطر یک سری از مسائل این رابطه کات شده یا خیلی به سردی کشیده شده و فعلا ارتباطی بینشون وجود نداره، ارتباط بینشون قطع شده یا خیلی این ارتباط کمرنگ شده. کیس احساسیتون دور از چشم شما ناراحتی هایی داشته، اشک ها، بغض هایی دیده میشه براش که جلوی چشم شما نبوده و شما ازش خبر نداشتید، ولی در حال حاضر کیس احساسیتون میخواد که تمام مسائلی که بین شما بوده حل بشه و بتونه دوباره رابطه‌شو با شما برقرار کنه و میخواد که این رابطه از پایه درست بشه، رابطه‌ای که از پایه میخواد درستش کنه، ولی در حال حاضر حرف جداییه، حرف کات شدنه. حیث احساسی شما وقتی به خاطرات گذشته شما نگاه میکنه و اشتباهاتی که با شما داشته بهش فکر میکنه، صدای قلبی که میگه شما رو دوست داره، آزرده خاطرش میکنه، ناراحت میشه. شبانه روز نداره، مدام توی استرس و نگرانی به مکالمات و گفتگوهایی که بد پیش رفته و باعث ناراحتی و دلخوری شده خیلی فکر میکنه. حالا ممکنه این مکالمات از طرف خودش باشه یا از جانب شما بوده باشه. اشک‌های پنهانی که دوست نداره کسی ازش خبردار بشه. نیازمند یه امید از طرف شماست، میخواد که یه امیدی از طرف شما بهش برسه، میخواد که شما یه قدم مثبت به سمتش بردارید، بهش زنگ بزنید یا حالشو بپرسید یا دلجویی کنید ازش. بارها فکر کرده که خودش این کارو بکنه، ولی غرورش اجازه نمیده که خودش این کار رو انجام بده. خیلی دوست داره که شما رو دوباره ببینه و برای این مسئله حاضره که همه چیشو فدا کنه و دوباره شما رو ببینه، رابطه‌شو با شما درست کنه، به قولهایی که عمل نکرده عمل کنه، با شما به یه تفاهمی برسه. شخصی این وسط واسطه میشه،
شخصی که ممکنه یکی از دوستان شما یا کیس مقابلتون باشه، طرف مقابلتون، که از عشق بین شما خبر داره. ممکنه که یه مهمونی بگیره، یه مهمونی آشتی کنی، یا اینکه به واسطه این دوستی مشترک شما رو توی مهمونی ببینه، اصلا توی جشن، توی شادی شما رو ببینه تا بتونه دوباره شما رو تحت تأثیر خودش قرار بده، مدام جلوی چشم شما باشه تا شما دوباره اونو ببینیدش و خاطرات گذشته برای شما زنده بشه، هم برای شما هم برای اون. واسه عزیزانی هم که قرار نیست تو جشن حالا همدیگر رو ببینن، یه دیدار متفاوتی براشون افتاده، ممکنه بازم توسط شخصی این دیدار ترتیب داده بشه. اگه کیس احساسیتون شخصی بوده که به حرفاتون اهمیت نمیداده و حرفای شما رو بولد میکرده، میخواسته توی بحث هایی که با شما داشته برنده بشه، الان به جایی رسیده که میگه کاش که میتونستم دوباره این رابطه رو درستش کنم و اگه من بتونم دوباره رابطه‌مو با این شخص درست کنم دیگه به این حرفا اهمیت نمیدم و دست از یه سری سیاست‌های مسخره تو رابطه برمی‌دارم. این رابطه نیازمند یه سری تفاهم و فداکاریه. باید تفاهم و فداکاری توش دیده بشه. به عنوان اعتراف کیس احساسیتون، این میتونه به عنوان یه اعتراف باشه که یه کسالتی براش افتاده. ممکنه مریض شده باشه یا اینکه خیلی آشفته خاطر شده باشه که تمام اینها نشونه از دست دادن شماست. یه طرف مقابلتون به نظر میرسه که به یک شخصی یا اشخاصی، حالا ممکنه که این اشخاص ممکن از خانواده‌اش باشن، کمک مالی میکنه. پولی رو به کسی قرض داده که این پول ممکنه حالاها به دستش نرسه، دیر به دستش برسه. در مورد یه پروژه، ممکنه پروژه استخدامیش باشه یا آزمونش عجله داره، اضطراب و شتاب نرسیدن براش هست. در این چرخه از زندگی دچار جدایی عاطفی شدید شده کیس احساسیتون و این عجله هایی هم که براش افتاده بیشتر حالشو خراب کرده. دوست داره که دوباره همه چیز برگرده به حالت اولش، شما رو برگردونه، دائما به یاد شماست و ممکنه اصلا هر دوتون برای این عشقی که داشتین اصلا رنج بکشید. همون قدری که کیس احساسیتون اشک ریخته، همون قدم امید داره که بتونه شما رو دوباره برگردونه یا اینکه شما به سمتش بازگشت داشته باشید. ولی یه سری بلا تکلیفی توی تصمیمات دیده میشه. بلا تکلیفی تو تصمیم، تو برگشت به این رابطه دیده میشه. فکر میکنه که برای قدم برداشتن به سمت شما یه ریسکی رو انجام میده و مردده، نمیدونه که این رابطه چطور قراره که پیش بره. رابطه‌ای که کات شده چجوری ممکنه که این رابطه دوباره درست بشه؟ چطوری میخواد این رابطه پیش بره؟ اما حالتون میگه که
باید یه قدم به سمتش بردارید. کیس احساسی شما به شدت شما رو دوست داره، ولی بلا تکلیفی داره. از طرفی هم نمیخواد که شما رو رها کنه و نمیدونه که چی پیش میاد، ولی انرژیش اونقدر پاکه، اونقدر مثبته که دوباره به سمت شما قدم برمیداره، ولی از تجربیات تلخی که از گذشته داشته دیگه استفاده نمیکنه. ممکنه چند بار شما این رابطه رو تست کرده باشید و هر بارم ناامید شده باشید، ولی این بار با تمام زمانهای دیگه فرق داره. یه امیدی تو دلتونه. کائنات یه امواج بزرگی از عشق رو داره به سمت شما میفرسته و انگار یک آگاهی، یک بیداری برای شما داره اتفاق میفته که شما به سمت همدیگه برگشت داده باشید، برگشت پیدا کنید. یه شانس نو، یه شانس تازه کائنات داره به شما میده. قراره که یه فصل جدیدی تو زندگی براتون باز بشه و کائنات داره شما رو هدایتتون میکنه و همینطور حمایتتون میکنه. اینجا میگه کیس احساسیتون ممکنه از یه جایی یه وامی گرفته باشه که بخواد یه کاری رو شروع کنه، یا در آستانه استخدام تو یه جایی باشه. اینا همه اتفاقات جدیدیه که میخواد برای شما رقم بخوره. بال شما میگه که باید اتفاقات گذشته رو تو گذشته رهاش کنید و حال الانتون رو خوب کنید. چرا که توی این رابطه عشق وجود داشته. وقتی که کیس احساسیتون با شما هست، حال دلش خوب میشه. در کنار شما یک احساس آسایش و امنیت داره. این رابطه ارزششو داره که یک فرصت دوباره بهش داده بشه. خب یه سری از دوستان قصد دارن که شما رو سورپرایزتون کنن، در جایی شما رو با هم روبرو کنن که تمام دلخوریاتون از بین بره و دوباره برگشت کنید به سمت هم دیگه. کادویی براتون میخره و دوست داره که یک شروع جدید رو با شما داشته باشه. شاید هم خیلی جالبه که این کادو رو خودش درست کنه، حالا به واسطه هنری که داره براتون درست کنه این کادو رو که ارزش معنویش خیلی بیشتر از ارزش مادیشه. خوشحال باشین که اونقدر شما رو دوست داره که براتون وقت گذاشته و خواسته که سورپرایزتون کنه. این فرد موقعیت اداری خوبی داره، حالا یا وکیل یا پزشک یا تو یک اداره‌ای که مشغول به کاره، شغل خوبی داره. براتون یه غافلگیری دیده میشه. ممکنه که حالا یا به مهمونی دعوت بشین، حالا یا یه پارتی باشه، مهمونی شامی باشه یا یه رستوران که این رو گفتم که یک سری از دوستان شما براتون تدارک میبینن. طرف مقابلتون تصمیم گرفته که کلن غم و غصه هایی که داشته رو
و ناراحتی هایی که از سمت شما براش بوده رو کنار بذاره و عدالت رو برای شما اجرا کنه. انگار که یه بیداری، یک آگاهی براش به وجود اومده و عشق شما دوباره تو دلش جوونه زده. میخواد که تو اولین فرصت دل شما رو به دست بیاره. دیدار عاشقانه‌ای که برای شما دیده میشه و خیلی مثبته. حرفای خوبی که براتون زده میشه. قراره که این حرفا دلگرم کننده باشه براتون و اون نتیجه مطلوبی رو که دوست داشتین رو بهش برسید. دلتون گرم بشه از این دیدار، از این صحبت ها. نتایجی که عملی باشه، نه در حد یه حرف باشه. کادویی که میگیرین میتونه یک شروع جدید باشه برای یه فصل جدید، برای یه سری اتفاقات بهتر. شخصی اینجا میتونه حامی شما بشه و حمایت کنه شما رو. طرف مقابل شما بسیار آدم منطقی هستش. شخصی هم که حامی شما میشه بسیار انسان خوب و منطقی و کم حرفه. حامیتون میشه، حمایتتون میکنه تو این رابطه و چیزی که از همه بیشتر مهمتره، های اهمیته اینه که کیس احساسیتون بسیار قابل اعتماد، ثبات داره و میشه که بهش اعتماد کنید. ته این رابطه‌ای که در حال حاضر کات شده، نامزدی و ازدواج دیده میشه. ممکنه که یه مقداری طول بکشه، اما شما درستون رو از این جدایی گرفتید. معنی عشق رو یاد گرفتید. فهمیدین که دوست داشتن، وقتی که دوست دارین نمیتونین به همین راحتی بیخیالش بشین سر یه سری حرفای بیخودی و چرت و پرت. بعد از این آشتی که دارید یه سری درگیری های مالی براتون دیده میشه. ممکنه پولی رو که به کسی قرض دادید به زودی برگشت نداشته باشه تا بتونین مشکلاتتون رو با این پول حل کنید، ولی شخصی که حامی شما میشه خیلی براتون مرام و معرفت میذاره، بهتون کمک میکنه، چون که شخص حمایت کننده شما به قدرت عشق شما پی برده و فهمیده که شما خیلی همدیگر رو دوست دارید و خواسته که توی این کار خیر به شما کمک کنه. فال شما داره خبرهای خیلی خوبی رو به شما میده. کیس احساسیتون یک سفری رو میره و برمیگرده. اون وقت قرار خواستگاری و نامزدی و عقد و ازدواج برای کات شده ها دیده میشه. برای اونایی هم که جدا شدن برگشت به سمت معشوق براشون دیده میشه که این برگشتشون بسیار مثبته که تا 5 وعده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. حالا ممکنه 5 روز باشه، 5 ساعت باشه، دیگه نهایت آخرش 5 ماهه. یا یک سری از مشکلات خانوادگی باید اول برطرف بشه برای اونایی که جدا شدن، بعد به سمت همدیگه برگشت داده میشن. شاید فکر کنید که با همه اون بحثا و ناراحتی ها و جدایی که بوده چطوری میتونه اوضاع درست بشه، ولی میگه که این بار با همه دفعه‌های پیش فرق داره. خیلی چیزا عوض شده
شما اون چیزایی که بعد یاد میگرفتین و یاد گرفتید و میگه تو این رابطه باید سعی کنید که به جزئیات رابطتون خیلی توجه کنید. اون اشتباهاتی رو که قبلا داشتید رو دیگه تکرارش نکنید. کیس احساسیتون به خاطر یک سری از مسائل مالی یه مقدار دستش بسته شده و نمیتونه یه سری از کارها یا یه سری از تصمیمایی رو که با هم گرفتید و انجام بده. اشکالی نداره، تحت فشار نذارش، نگو که حتما باید این باشه. اون به وقتش تمام این کارها رو برای شما انجام میده. یا اگه وقت نداره باتون خیلی حرف بزنه، از دستش عصبانی نشین، زیر فشار نذارینش، نگین که حتما باید بشینی با من حرف بزنی یا نه تو منو دوست نداری. عصبانی نشین، فکر نکنین که بهتون اهمیت نمیده. اون در محل کارش یک سری مشکلات کاری داره که باید بتونه اون مشکلات کاری رو برطرفش کنه. تا یه وعده زود، ممکنه حالا 1 هفته، 1 روز یا نهایتاً 1 ماه آینده این مشکلات برطرف میشه و شما بیشتر به هم نزدیک میشید و تا 2 وعده هم براتون افتاده که به تعهداتی که نسبت به هم دیگه دارید عمل میکنید. خبر خوش براتون دیده میشه، خبر از یک سفر، ممکنه حتی با هم سفر برید یا یک سفری رو برای این رابطتون برنامه ریزی کنید. برای یه سری از عزیزانم که 1 ماه عسل دیده میشه که شادمانی خیلی زیاد داره، که برای این ماه عسلتون نشستید، برای ماه عسل به یاد موندنی نشستید، دارید تون براش برنامه ریزی میکنید. این سفر میگه که خیلی میتونه تو بهبود رابطتون کمکتون کنه. اون دسته از عزیزایی هم که ماه عسلشون به تعویق افتاده، میگه براشون گشایش تو سفر دیده میشه. این رابطه کات شده شما نیازمند یک معجزه بوده که معجزه واقعا برای شما اتفاق افتاده. انگار که اون موج بزرگی رو که کائنات به سمت شما فرستادن و اون آگاهی که برای شما اتفاق افتاد مثل یه معجزه بود براتون، باعث شد که یه رابطه خوب برای شما شکل بگیره. اما یادتون باشه که این رابطه خوب شما نیازمند از خودگذشتگی و فداکاریه. رابطه‌ای که جدایی داشته و دوباره برگشت داره براش دیده میشه، میگه خیلی رابطه شکننده‌ای میتونه باشه اگر ازش مراقبت نکنید. اگر از این رابطه مراقبت کنید، این رابطه میتونه به یک رابطه خیلی عمیق تبدیل بشه و اون چیزهای ناخوشایندی که در زمان کات شدن تجربه کردین رو به خوشی تبدیلش بکنید. پس برگشت براتون دیده میشه و خبر خوش براتون هست و اون احساسات عمیقی که شما داشتید دوباره شکل میگیره، دوباره اون احساسات عمیق شما برمیگرده و ناراحتی های شما به پایان میرسه. این رابطه خیلی مثبته و واقعا ارزششو داره که یک فرصت دوباره به این رابطه داده بشه. حیفه که رابطه‌ای که میتونه
انقدر عمیق بشه میتونه به یک عشق ابدی تبدیل بشه، از بین بره. پس تصمیم بگیرید که غم و غصه‌هاتون رو کنار بذارید و دوباره برگشت کنید به سمت هم دیگه. اون غرورتون رو کمش کنید تا اون اتفاقات مثبتی که قراره برای شما بیفته براتون بیفته. خب عزیزان من، امیدوارم که از این فال ما لذت برده باشید. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید، با دوستاتونم این ویدیو رو به اشتراک بذارید. شاید بین دوستای شما کسانی باشن که نیاز داشته باشن که این پیغاما رو بگیرن، بشنون، تا کائنات معجزه‌ش رو به اونها هم نشون بده. من شما رو به دستان مهربان خدای بزرگم میسپارم و برای همه شما عزیزان عشق و بیداری رو آرزومندم. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگم میسپارم.